مشق رقمی 73 ما اومدیم رقمی چند را 73 بر شرطش میخوانم گوش بدید. سه‌کنجه‌ای برابر پهلو اساسش 6 سانتی متر میخوام بلندیش 9 سانتی متر. این اساس پیرامیده. اساس چیزه؟ پیرامیده. تیغه های پهلویی پیرامیدند و هم برابر بوده. درازیشون چند سانتی متری؟ 13 سانتی متری. با این بلندی پیرامیده یافتن نکرد. بیزو اینا آویم. یعنی ما به چیزی رو داشته است. AB ما برابر 6 سانتی متر و دو تا طرفی پهلویی داده شدگی به جای این من این بلندی داده شدگی. بلندی در سه‌کنجه‌ای برابر پهلو این 9 سانتی متر. یعنی M3 گوییم 9 سانتی متر. بغیر از این من این تیغه های پهلویی AS BS CS تیغه های پهلویی پیرامیده به هم برابر همه‌شون چند سانتی متری؟ 13 سانتی متری. شما چی رو یابید؟ بلندی پیرامیده رو یابید. اش گفتیم یا این پارچه چیزی میشه OS پارچه OS همین چیز رو یابید. برای این چیزی کار میکنیم بچه ها. اگر ما اهمیت میگه ما مرکزی بلندی نقطه برش بلندی با اساس که مرکزی سه‌کنجه‌ای برابر پهلو ما میشه این قله اساس رو پیوست کنیم این همین چیز رادیوسی دوره‌ای بیرون کشیده شده میشه ایری کلام. اگه فرمولی رادیوسی دوره‌ای بیرون کشیده شده ما سه برابر بود A B C تقسیم 4S A B C طرف‌های سه‌کنجه فهمید بچه‌ها. انا که از روی این فرمول اول ما مساحت یافتیم ما در کار. مساحت چی می‌یابیم؟ مساحت سه‌کنجه. مساحت سه‌کنجه S برابری و نسبت حاصل ضربی طرف و بلندی به این طرف آورده شده برابر است. نسبت حاصل ضربی AB ضربی بلندی به اون طرف آورده شده. MC گفتیم MC این برابری چند میشه بچه‌ها؟ AB ما 6 ضربی 9 3 ضربی 9 کنیم 20 چند 27 سانتی متر کوادراتی 27 سانتی متر کوادراتی. انا اکنون رادیوسی دوره بیرون کشیده شده یابیم اگر اما حسابی کی A B C تقسیم 4S انا کو A و B و C ما به معلوم A و B C فقط که اینجا ما به این C معلوم اساس A و B به هم برابر چون که سه‌کنجه برابر پهلو کو A و B نگی نامعلوم A و B چه میابیم با واسطه این بلندی ما میدانیم که بلندی به اساس فراورده شده در سه‌کنجه برابر پهلو هم مدیان هم هیپوتنوز میباشد. значит AB نسبش AB همش 3 سانتی متر 6 سانتی متر باشد AM ما چند سانتی متر میشه 3 سانتی متر. از روی تئرم پیثاگور AS میابیم طرف پهلویی اگر گفتمانیم AS برابری A برابری B این برابری 3 میشه ریشه کوادراتی AM کوادرات جمع MC کوادرات AM کوادرات جمع MC کوادرات AM ما چند برابر گفتید تو بچه‌ها 3 کوادرات جمع MC ما 9 کوادرات برابری چند میشه 9 جمع 81 برابری ریشه از 90 این برابری 3 ریشه 10 چند بوده است؟ 3 ریشه 10 یعنی طرفی یک پهلوی ما 3 ریشه 10 برابر بوده است. اگه آوره جاش میگذاریم همیشه آوره مانیم 3 ریشه 10 ضربی B ما هم 3 ریشه 10 ده طرفای پهلوی کو 3 ما 6 تقسیم 4 ضربی S ما چند برابر 27 بچه‌ها اینو ببینید این دوتا این 3 کتی چند 6 کتی 3 اختصار میشه 3 به 2 4 و 6 ده 3 ضربی 3 27 میشه این 27 اساس سنگی که اختصار میشه هر 3 برافمی ریشه 10 ضربی 10 خودش ده 10 دو تقسیم کنیم چند بوده است؟ رازی داره بیرون کشیده شده چند بوده است؟ 5
رسیدیم سری مطلب بچه ها. ما بلندیه یافتن نکن، بلندیه طرفی پهلوی دادوش داریم. این چیکار میشه بچه ها؟ یعنی ایرمایم دادوش دیگه 5. یعنی که h یا که os گفتیم هم برابر ریشه کوادراتی از as کوادرات ترکی ao کوادرات. ao کوادرات. ao ما رادیوس. همان رادیوسی دوره بیرون کشیده شده. ریشه as ما اکنون چند بود؟ 13 کوادرات هم بچه ها. ترکی ao 5 کوادرات. 13 کوادرات ما چند میشه؟ 13 ضربی 13. 169 طرحی 5 کوادرات 25 از 169 25 گیریم 144 میشه. 144 چند میشه؟ 12 سانتی متر. значит برای بلندی پیرامید ما یعنی بلندی پیرامید ما چند بوده است؟ جواب می‌نویسیم بلندی پیرامید پارچه OS با 12 سانتی متر برابر بوده است. تمام.